توپ مرواری نوشته صادق هدایت. فایل 10. AvoyabooWordPress.com. ضعیفه‌های متعاصره مهاجم هم ریختند و تمام تحف و هدایای هندوها رو چپو کردند و به نیش کشیدند. سپس البغرخدخت فرمان داد که دیگر آخوندها بر منبر نروند و مؤذنان بانگ نماز نگویند و سایر خلایق به ذبح اغنام اقدام ننمایند. همچنین در کوچه و بازار مذاکره کردند که همه باید بر کیش آبا و اجدادی خیش باشند و معترض یکدیگر نشوند و برای اثبات مدعای خود امر کرد فی المجلس آذرچسنوف ابن بیورالاق اسقف الاساقفه را در جلوی کلیسای سن ماسوخ، همانجا که قباله خشت خام سواحل خلیج فارس را به عنوان الواحی که سر کوه تور به موسی نازل شده بود در قاب طلا گرفته و سر رف گذاشته بود، توی پوستش کاه چپاندند و به چوبه دار آویختند. در اثر این ضایعه جبران ناپذیر، مرغ جان از قفس تن آذرچسنوف ابن بیورالاق طیران نمود و فوراً با ملائک مشهور شد، ولکن حتی 10,000 تن پیروانش از ترس آلبغرخدخت جرأت نکردند که برای مومیایی جنازه مومی لگ اقدامات مقتضی به عمل آورند. همان شب لوطی مشتی با زغال روی سنگ قبرش نوشت: دیری نخواهد کشید مرشد ما که در اینجا به خاک سپرده شد قیام خواهد کرد و پدر هرچه قانون پرست است در می آورد، به طوری که تا کمر اسبش در خون موج خواهد زد. بر پدر باور نکن لعنت. مرحوم آذرچسنوف ابن بیورالاق علی‌الدوام به ریاضت و عبادت مشغول بود و گاهی اشعار آبدار بر لوح اعتبار نقش می نمود و چند تصنیف معتبر بر اوراق روزگار به یادگار گذاشت. همیشه در زمان حیات اظهار می‌فرمود که در نظر دارد تاریخچه سنگ قبر خود را با تحقیقات بسیار دقیق زیر عنوان تحفة الاراجیف به طور مقاله قلمی کند تا در مجامع علم و ادب ممالک محروسه عرض اندام نموده نام خود را جاودان سازد. ولکن اجل مهلتش نداد و ما این فقدان جبران ناپذیر را به ادبیات و مخصوصاً به علم شریف تاریخ تسلیت میگویید. اما از آنجا بشنوید که چون آلبغرخدخت کفر گفت و به مقام باری تعالی جسارت ورزید و نسبت به حضرت رسالت پناه رضی الله علیه و آله و سلم کلمات بیادبانه به زبان راند، چو عاجز شدان بی ادب در جواب، به بد کرد حاشا نبی را خطاب. فوراً ریختش از دنیا برگشت و صورتش مثل زغال سیاه شد و چون نمیدانست که زنگی به شستن نگردد سپید، هرچه آب به سر و رویش زد فایده نبخشید. از قضا مردم ساده‌لوح مسیحی هندی در حالی که برگ تنبول می‌خوردند و با دهن حیز شده به در و دیوار تف قرمز پرتاب می‌کردند، برای اثبات بیدینیش از این حجت الکفاره معجزه خواستند. ضعیفم نگذاشت و نه برداشت و گفت جانم برایتان بگوید معجزات سوری معارضه با سامری است. شأن من در آن است که اصلا معجزه ندارم و به موجب آیه کریمه قل انما انا بشر مثلکم، من هم ناسلامتی بشری هستم مثل شما، اما حالا که سر قوز افتادم به شما اخطار می کنم که معجزه تئاتر و نمایشگاه که نیست و دستگاه بیدینی را ملعبه نمی توان پنداشت. هرگاه معجزه بخواهید علمای شرق و غرب و شمال و جنوب را حاضر کنید تا امر کنم آفتاب که از شرق برمی آید از غرب طلوع کند و آن علما پای معجزه من صحه بگذارند و پاراف کنند تا کافه عوام کالانعام بیچون و چرا به من نگروند و آنگاه صدق مقال من که الشمس فی الرابعة النهار
روشن و آشکار گردد. همین. هندوهای مسیحی که دیدن سنبه پرزور است و حالا دسترسی به علمای شرق و غرب و شمال و جنوب ندارن، سخت از رو رفتن و زبان در کام خاموشی فرو بردن و فقط در دلشان این بیت را سرودند: چس رفته گوز اومده، حاکم دهندوز اومده. و بالاخره شاخشان را از آلبغرقدخت کشیدند. برعکس، هرزگی پرستان از ذوق توی پوست نمی گنجیدند و چون در ایام جهالت در اخلاقشان سختگیری نشده بود، با خودشان می گفتند نچوسین نگوزین که احمدک خیار کاشته. اما کسی که با دیگران زنا کند، با مادر خود چه ها کند؟ ضمناً رسالات بیشماری در شک میان خماری و مستی، درمالی و بنداز و مبتلات جما از قول استادان فن منتشر نمودند. الخلاصه آلبغرقدخت از مصاحب گذشته پند گرفت و از شوق فتوحات آینده با دمش گردو میش کرد. فوراً دستور داد 7 تن از رجال و کارشناسان و دکتران حقوق و جوانان مؤدب و پیران مهذب قوم دور هم گرد آیند و 7 شبان و 7 روز زیج بنشینند و یک نقشه 7 ساله شسته و رفته برای عمران آبادی و ازدیاد نفوس و استحصالات و تأسیس زایشگاه و خانشگاه و آرایشگاه و پالایشگاه و آسایشگاه و پرورشگاه و آزمایشگاه و بازداشتگاه و باشگاه و پاسگاه و پناهگاه و شیرخوارگاه و آموزشگاه و نمایشگاه و خرگاه و فرودگاه و دستگاه و بزنگاه و ایستگاه و آبریزگاه و شاشگاه و کشتارگاه تیار کنند. همین که 7 روز مقرر گذشت، فرمان داد اصلاحات بیدرنگ آغاز شود. از این جهت اول به خودش نشان بیضه‌بند لیاقت داد که رویش حک شده بود آمپیتیو پیتوکیاک ایمپرو کوپیدو. سپس سوار کرمادیان سفیدی شد و در خیابان تنگوزیل ارتش را ساندید و دستور داد هر کس که غلام سفارت خواهر و مادرش را زحمت نداده بود به جرم عنصر پلید و خائن به میهن گرفتند و زندانی کردند و دارایی او را به نام مصالح عالیه کشور چاپیدند. بعد فرمانی صادر کرد تا راهن سرتاسر 7 پرکنه هند را بکشند. سپس اقدام به تأسیس فرهنگستان اردو و پرورش افکار کرد. یک دسته بادمجان درغابچین و دلغک وازده هم مرتب از صبح تا شام سینه میزدند و خاک توی چشم مردم میپاشیدند و در مدح این ضعیفه ذلالله میگفتند هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هر وقتم این ضعیفه به مسافرت میرفت و برمیگشت، یک مشت بچه های حرامزاده و پیر و بطال های زهوار در رفتهشان را جلوی قدوم روحی فداهو سکش میکردند. ضمناً به دستور وزارت بهداری تپه تپه مجسمه مشار الیها را با مخارج هنگفت سر راه و نیمه راه برای عبرت آبرین گذاشتند تا سند سلامی های محترم میهن خود به خود معالجه بشوند. در این حیث و بیس سرکوتبان آن دیار که طبعی وقاد و ذوقی سرشار داشت، شعری در مرثیه آلبغرق و فراغ مرقد مطهرش سرود که دل سنگ را آب می کرد و برای آلبغرقدخت خواند. اینک چند بیت آن در اینجا قلمی می گردد. لاشه گندیده ای در یک کنار افتاده است، سنده ای پوسیده دور از سندزار افتاده است. حضرت آلبوقرق فرمانده عالی مقام، بی کمر شمشیر و بی نقش و نگار افتاده است. زورداری زورجوی و زورمندی زورگوی، زورش از زانو شده آنه ز کار افتاده است. تو سوار توپ مروارید بودی ای امیر، توپ مرواریدت اینجا
بی سوار افتاده است. دخترت آلبوقرق از فراق لاشه‌ات، غرق اشک و غرق خون روی مزار افتاده است. خیز و اشک از چشمهای دختر خود پاک کن، حیف آید دخترت بی غمگسار افتاده است. گیسوان دخترت بر روی خاک مرقدت، چون به روی منقلی عنبرنثار افتاده است. ای همایون سرور و سالار با عز و وقار، بین که ناموست چنین خوار و فگار افتاده است. جان نثار و چاکرت سرکوبان خاک شور، طبع شعر من چنین در خار افتاده است. باش تا بینی که از یک ذره خاک تربتش، سال دیگر هر خیاری چون چنار افتاده است. باش تا بینی که از یک ذره خاک تربتش، سال دیگر هر خیاری چون چنار افتاده است. جای بسی تعجب است که شاعر در بیت پنجم لقب مروارید را به توپ اعطا می کند و چنان که به جای خود ذکر خواهد شد، این لقب را بعدها به مناسبتی روی این توپ خواهند گذاشت که اجالتا از گفتن آن خودداری می کنیم. البته ما منکر نیستیم که شاعر را با عالم علوی و جهان ماورای طبیعی سر و سری است و از سرچشمه غیبی فیض می‌گیرد و گاهی ممکن است غلط انداز از این پیشگویی ها بکند، ولکن به ظن قوی لغت مزبور از فعل مرواریدن می آید که به عربی تطیر می نامد و مقصود فالی است که از پرواز پرندگان و یا فضل انداختن آنان می گیرند و مروا بر وزن خرما فال نیک و دعای خیر می باشد. باری همین که سرکوتبان این قصیده رو برای البغرقدوق خواند، به ملک الشعرای دربار مفتخر شد و البغرقدوق برای ازدیاد محصول کاهو دستور داد لاش مرده پدرش آلبغرق سوم را با بوق و کرنا و سرنا از جزیره هرمز آوردند و روی لوله توپ گذاشتند و به دولابی های ولایت آلبغرق‌آباد سپردند. همچنین ناگفته نماند که پس از این همه فداکاری و ترقیات روزافزون، اگرچه البغرقدوق از طرف حمالهای میهنش جزو مادینه های ناون بیسابلس طبقه بندی شده بود، ولکن از گیسفیدان قوم مشورت کرد تا شوهری پروباقرص از بلاد عربستان برای خود استخدام کند و صفت پرتغالی الاصل به او بدهد. اما آنها زیر بار نرفتند، ولی تعجب در اینجاست که با وجود این آثار آبستنی در آلبغرقدوق پدیدار شد. هرچند خودش مدعی بود که از برکت توپ است و اظهار داشت جانم برایتان بگوید شبی که به زیارت توپ ارواحنا فدا رفته و در جوار آن بزرگوار پهلو بر بستر استراحت داده بودم، ناگهان دیدم که نوری از روزنه خرگاه در آمد و به کامم رفت. بیت حکایت مریم اگر بشنوی، به آلبغرق لاجرم بگروی. همین که وضع هم با مراسم باشکوهی انجام گرفت. بچه ناقص الخلقه بود. گیسفیدان قوم به او بدبین شدند و او هم از ترس ناچار سر جگرگوشه خود رو زیر آب کرد. ضمناً برای اینکه زبان عیبجو و بدگو رو ببندد و از رعایای خود چشم زهره بگیرد، قانونی به قید 3 فوریت گذرانید که هر کس اساءه ادب به ماتیشک خانه دربار بکند، او را شمع آجین کنند و در کوچه و بازار بگردانند. از طرف دیگر چون کارشناسان مخصوص کشاورزی او گزارش کردند که در هند همه جور میوه به هم میرسد مگر پرتقال، و دید که پادشاه فقید سابقشان
به آنها حقه زده بود تا تمام هند را در بست برایش تسخیر بکنند، از تصرف 7 پرکنه هند چشم پوشید که پوشید. اما عوضش یک میدان ارگ حسابی در گردنه خیبر درست کرد. بالای سردرش داد شب و روز نقاره زدند و با سلام و صلوات توپ رو در آنجا گذاشت و دهنش رو به طرف ممالک محروسه قرار داد. البته به خیال اینکه در اولین فرصت به خونخواهی پدر ناکامش به اصفهان حمله ور گشته و سر سبیل علی شاه رو توی روغن محلاتی سرخ کنه و سیبیلش رو دود بدهد. ناگفته نماند آلبغرقدوخت که ضعیفه سرتق سمجی بود بالاخره تصمیم به تسخیر ممالک محروسه گرفت. اما چون خرافاتی بود و ایمان پابرجایی نداشت، این شد که قبل از اقدام به حمله از جوکی مجربی که سالها دود چراغ خورده و ذوات اللحم نیازرده و با چشمهای کوچکش چیزهای بزرگ دیده بود مشورت کرد و گفت: جانم برایت بگوید ما را پندی ده و سخنی گوی تا آن را بشنویم و به کار ببندیم. جوکی رمل استرلاب انداخت و عرض کرد: استرلاب همان نماید که جد مطهرم کریشناپاتاپام در کتاب شق الیقین آورده است. آلبغرقدوخت دستپاچه پرسید: چگونه بود آنک؟ جوکی فرمود: آوردند جد بزرگوارم در کتاب خود از قول جابر ابن هردنبیل روایت نمود که پدر جدش ابوالفرج خوش احلیل در کتاب حشفة المؤمنین از حدیث معتبر لغو می کند که در مجلس انسی از حضرت علی پرسیدم: یا سیدی، سرنوشت ممالک محروسه چیست و کارش به کجا انجامد؟ حضرت علی فرمود: به درستی که من الان خبر می دهم به شما از چیزهایی که بعد از آن شدنی است. پس برسانید اینها را کسانی که از شما در اینجا حاضرند به کسانی که از اینجا غایبند. بعد آن حضرت دستار خود را باز کرد و های های گریستن آغاز نهاد، به طوری که به سبب گریه او همه حضار به گریه در آمدند. وقتی که از گریستن فارغ گردید فرمود: به تحقیق چنین است و جز این نیست که امروز سرآغاز و سرانجام ممالک محروسه را به 2 کلمه اختصار کنم. بدانید و آگاه باشید که تاریخ ممالک محروسه از پیشدادیان شروع می شود و به پسدادیان خاتمه می پذیرد. سپس جوکی افزود: ولکن از دلایل نجوم چنان معلوم می شود که کوکب دولت و اقبال ممالک محروسه به درجه هبوط و حدود نحوس رسیده و از آن می ترسم که شقاوت و ادبار او در سعادت و اقبال شما نیز سرایت کند. آلبغرقدوخت که این سخن شنید اندیشمند شد، آب در دیده گردانید و از تصمیم خیش چشم پوشید. همین که غلام سفارت از این ماجرا اطلاع یافت، پیامبری نزد آلبغرقدوخت فرستاد که اگر میخوای کارت سکه بکند و پیازت کونه، همانا راه دیگری در پیش نداری مگر آنکه ظاهراً از هرزگی پرستی دست بکشی و مسلمان بازی در بیاوری و مردم رو حسابی خر بکنی که به نفع ما و شماست. در این صورت تا دنیاست ما میخ طویله پشتت خواهیم بود. حالا تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. آلبغرقدوخت که 77 سال از عمر شریفش میگذشت و مراحل یائسگی رو به سرعت میپیمود، در این اواخر هرچه دوا و درمان کرده و دست به دامان توپ شده بود، دیگر از این امامزاده معجزی ندیده بود. به توپ و حتی به ملت هرزگی پرستش و مهارجه کاپوتوالا و دنیا و مافیها پیسی نیست شد. گمان کرد خدای مسلمونا غضبش کرده. با خود گفت: انقدر دنیا خرطوخر است که میترسم حرف آنها راست از آب در بیاید و آن دنیا هم باشد. ولکن دنیای بدون توپ برای دم توپ خوب است. پس چه جور کلاه سرشان بگذارم؟ لذا در اثر انقلابات روحی و محرومیت‌های جنسی و بدجنسی به دین حنیف تمایل حاصل نمود
تا اقلن در دنیای دیگر شکمی از عزا در آورده و با جماعت آخوند و طلبه پای حوض کوثر عسل و شراب بخورد و با قلمانان بندازهای ابدی بنماید. این شد که در حضور حجت الحق و الاسلام شیخ پشم الدین تفتازانی و مالک هشتر توبه نصوح کرد و شهادتین را به دهن مبارک جاری ساخت و از روی اخلاص به انعنات دین مبین اسلام پرداخت و اسم جدید الاسلام خوشقدم باجی روی خودش گذاشت و ترک شرک و ملت مذموم هرزگی پرستان گرفت. در همان روز قریب 100,000 شرمگاه پرست متمرد مؤمن دعاتیشه و موحد گردیدند و از ظلمت ضلالت و عبادت اوثان نجات یافته و به صحت عقیدت فائز شده کلمه توحید بر زبان راندند. جماعت جدید الاسلام جراحات سفلیس را که بر اندام و جوارح و پایین تنه خوشنباجی ظاهر شده بود معجزه پنداشته چون مهر نبوت آنقدر بوسیدند و لیسیدند تا بدان مقام رسیدند که رسیدند. از برکت قبول شریعت قرار نه تنها فروغ ایمان بر سراچه دل خوشقدم باجی تافت، بلکه صورت و اندامش که در اثر کفر و الحاد سیاه شده بود بر اثر لیسش پیروان پاک دلش پیس شد و گوشت نو آورد و مانند خورشید درخشیدن گرفت. همچنین بدنش که چون نی قلیان نحیف و چون تیغ ماهی ضعیف بود در اثر ابتلای داء الفیل به هیکل کرگدن در آمد. خوشقدم باجی هم به پاس این معجزه بیقیاس آهنگ زیارت عتبات عالیات و تربت خالص آل عبا علیه السلام کرد. لذا تمارض به مرض کلیپتوماریه نمود و دکتران کمیسیون ارض وزارت دارایی مرض او را تصدیق کردند و مشار الیها هم فوراً از انواع لالی و در و مرجان و جواهر و زر و سیم و نقود سرخ و سفید و نوع طلای تخت جمشید خزانه مهارجه کاپوتوالا که از وزن سبک و از قیمت سنگین بود دست بردی ماهرانه زد و با خود برگرفت. وصف نگنجد در بیان، شرحش نیاید در قلم. و به عزیمت گزاردن حج اسلام و طواف تربت جنت رتبت حضرت خیرالانعام علیه السلام از دارستانه گوا در حرکت آمد. جمع کثیر از فحول علما و اعیان و رجال مانند خواجه نرخر جوزلی و شیخ پشم الدین و مالک هشتر در ملازمت بی بی زبیده و ام کلثوم و ننه نادلی و خاله کوکومه و میمنت خانم و ننه ام البنی به جانب حجاز روان گشتند و به شرف طواف و رکن و مقام و زیارت مرقد عطر سای پیغمبر علیه السلام مشرف شده و در مراجعت مدتی در کربلای معلا رحل اقامت افکندند و مجاور شدند. هرچند خوشقدم باجی تمام دارایی خود را از کف داد و به روز سیاه نشست. حتی در شهر نوامبلاد مدتی به نام عجمی اطفاء شهوت بی‌مروت نمود، ولکن از پخش امراض رهروی و سفلیس درجه 3 در میان اعراب خوشمصالح ذره غفلت نورزید و دست رد به سینه کسی نگذاشت، اما در عوض خود را مرتب به ذریح مقدس میمالید و گناهانش مثل برگ درخت خود به خود فرو میریخت تا آنکه بازارش سخت کساد شد و قصد بازگشت به میهن عزیز کرد. مقدار هنگفتی تربت اصل و کفن مقدس و واجبی بسیار اعلا و مهر و تسبیح و چند مشک دوغ عرب و مقداری موش و سوسمار خشک شده و چند بخچه روبنده و پیچیه و چادر و چاقچور و چارقد قالبی و عبا و کفی قال و شلیته دندان موشی و چند تن روزخان و دعانویس و جنگی رو از گداهای سامره به همراه خود آورد تا مردم خوشقدم آباد را به دین حنیف راهنمایی بکنند.